هدی اهلی فهم خیرا میگر میدارم هدی اهلی فهم خیرا میگر. салом азизам. ایست. чӣ шуд? حالا شما برای من بگونه هستید. охир чаро? пас аз чанд рӯз тӯй дорем. мефаҳмӣ? من شما را این گونه تصور نمی‌کردم. فکر من نسبت شما تماما دیگر بود. بخشش ما یک جا شده نمی‌توانیم. به خدا قسم امروز حال بیشتری ما مسلمانان چنین است. مبادا از این سخنان من رنجیده خاطر نشوید. پدرش مسلمان است، مادرش مسلمان است، نماز میخوانیم، حج میرویم، لیکن اخلاقمان، گفتارمان، کارهای کرده ایستاده امان، خاندانمان، درآمدمان، صرف و خراجاتمان، بازارهایمان، آرزوهایمان به یگان قاعده و معیارهای ما جوابگو نیست. دین ما دین اخلاق و زیبایی است.